چند ساله هستید الان اگر مخفی نباشه؟ وای 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 سلامت باشید سلامت باشید. اون نفر التجا دارم زی تو دنیای فانی گوش کن، رزق مردان را رسان و عیبشان رو پوش کن. پیشی نامرد ننشینم، نان نامرد نخورم، دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم مکن. دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم مکنه. و خب سلامت باشن. و خب بیننده عزیز، شما در صحبت هستید با ما؟ میتوانید چند مصرع زمزمه کرده چون استاد داوری بکنند. مرحمت. یعنی قربان سر بلند ای خدایا بر پسر محتاج مکن. سلامت باشید سلامت باشید. انتظار بودید استاد؟ راستی انتظار بودید؟ نه من باور کنید گپ ندارم دیگه چی بگم از هیجان نمیدونم چی سربلند باشد. ببینید 15 ساله نمیدونم 15 ساله بود 12 ساله بود. ببینید که پیش نامرد ننشینم، نان نامرد نخورم، دوست بزار دشمن بخار، نامرد محتاجم بکن. خدا کند که همین جوانک هم فقط مرد محتاج کند، نامرد محتاج کند، فقط مرد محتاج کند، نامرد محتاج نکند. قربان تاشم. ببینید که من گفتم از هیجان درجه سخنا وای شد. بسیار از دل و جگر کش خواهم. استاد یک مشاهده دیگری کردم در سیمای شما. پاسخ میگوید یا نه؟ سوال دهم یا نه؟ نه سوال کنم قربان جون. جوابشم داد سوالشم داد. و من اینجا وقتی شما انهمی دادره که عزیزی ما سرود رو زمزمه کردن، من از حال شما یک چیز رو مشاهده کردم چون کمی با اندیشه نگریسته ایستاده بودم و دیدم که انهمون اشک در چشمان شما حلقه زدند. میگفتید چرا؟ میگفتید چرا یا نه؟ وقتی که مخلص سرود شما میخواند البته من اشک شادی ریختم. سربلند باشد سلامت باشد.